سلام دوستان، خوش اومدید به این قسمت ویدیو چنل تو. من ابوالفضل هستم و تو این قسمت ویدیو اومدیم بریم یه دستران. درست میگم؟ بله. آره، با داشتم آریان سلام. چطورین بچه فکر کنم خیلی هاتون منو بشناسین تو ویدیو قبلی تو اول زدیم زهرمون رخت تو اول زدیم و میخوایم امروز بریم یه دستان با مجازات بگیریم. هرکی نتونه بره. حالا مجازات چیه؟ حالا مجازات چیه؟ ببین هرکی اول تمام کنه یعنی اون یکی نتونه تمام کنه، هرکی وینو بگیره اون یکی که با یه توقعه خاما مجازاتش هم قشنگ خاما قشنگ باید ویدیو میگیریم میذارم یه سر بکشه بالا. حله درسته. خب ببینید دستران 425 لول است، طولانی میشه ویدیو. خب ما شاید یا 50 یا 100 لولش رو میریم ویدیو نمیگیریم. بعد دستران که آره بگو سخت شد. وقتی که دستران سخت شد براتون ویدیو میگیریم یه 50 تا لولشو میریم، هر کی تونست وین کنه اون یاد یه توقعه خام بخوره. 50 تا لول رو تموم کرد که سخت میشه یه ذره دیگه، اولش آسونه. خب بریم ما خیلی بریم سراغ ویدیو. داشتیم لول تا 103 رفتیم. خب 3 لول سرمون گرم بود دیگه، حواسمون نبود. خب آقا یه سوال، تو لول چند بریم؟ تا 153. حالا 1 2 3. اوی بیا اینجا ببینم. وایسا لشی قبول نیست. حالا بگیم 1 2 3 بعد بریم. خدافظ. تلافیون لاشی. کارمان. دیوس. حالا بهت میگم صبر کن. 153. وای ای بابا برو زود بگو بریم. میرسم صبر کن. حالا ببین صدا گوزم بکن تو کن. وای ناموسم سخت شد. ببین ویدیو شو تول کردم. من یعنی دیدی چرا داشتم میبردم. بگو چقدر ازت جلو بودم. الان داره ویدیو میگیره. نه آره؟ نه چرا؟ خب بگیر. اسکول شدی بابا. ویدیو دیگه آره دیگه او 200 دارم زیر میزنم. وای چرا این حرکت رو زدم؟ کاش تو نیمردی. نه کاش من نیمردم. FPS هم 360 داشت. بیا من دارم با FPS 60 بازی میکنم. لاشی روش میذارم آدمی که 2 دقیقه وای نسل به جز منم نداریم، به جز هیچی نداریم. حالا تونستی باید نسل. ببین فوش ناموسی نیست، من به همین الان گفتم دیگه. بابا دارم میرینم. بشین تا برسم. داشت چالشه خودت قبول کردی. تو خور خواهم باید نوش جان از بود بمیرم. نوش جان کن. بابا اینا رو من خوب نیستم دوش. کاش از لول 50 گرفته بودم ویدیو رو. آریانی که داره ایزی پیزی داره میره اینجا و ابولی که مجازات. وای والد اگه مجازاتو نریم. بابا حرف زدیم دیگه پاش بد بمونیم. اوه داشت من 15 تا دیگه لول بگیرم تمومه. بله وای گفتم دارم فشار میخورم با اینکه سرور منه پینگم ریده. من که پینگم 90. بیا من پینگ 150 دارم بازی.
بنازم بابا یعنی که 7 تا 10 دیگه لول بگیرم داشت تمومه. لاشی دقیقه 149 وایسا. یارو چیه بود آجی دینامیت گذاشته اینجا. حل دمت گم بابت گفتنش. وای چرا دارم میره نه آجی لول 147 دینامیت گذاشته شابت تا بابا مرد دارم میری نه بردی. 153 لول دیگه ولی برگشتم اون آریان اول جان یه لول دیگه داشت من وایسم اینجا اینا جلو قشنگ برم تمومه. آریان تایم ویدیو بگو چقدر شده؟ ها 4 دقیقه کم تا نی؟ لول تا 200 بریم تا 200 بریم. تا 200؟ آره بریم. نمیدونم چیکار کنیم. ببین 4 کلا 50 تا لول 4 دقیقه شد دیگه. 4 دقیقه هم دیگه بریم 8 تا 50 تا دیگه بریم میشه 4 دقیقه 8 دقیقه خوبه دیگه بریم. حله یا وانتاج بده به من وایسا. بشین تا بدم. بده دیگه لشی. بشین تا بابا چرا من دارم میره نه منم ریدم. تخم مرغو باید بزنیم تو رای میشه جونم. بعد تخم مرغ خوردم میای فورد. آره دیگه بابا سال قرنش میدی بالای حسابی میادی و میاد. اینا دینامیتا یا خدا. تا لول چند 203 آره. آره 203. بله. چقدر ایزیه بابا یا وانتاج بده دیگه دیوس. نده ولی اگه یه جوری برگشتم فقط ببین. کسخل من گفتم اونجا دینامیده کسخل. بابا حواسم بود. هی من میگم 147 دینامیده این گاوا رد میشه. به چند بار بهت گفتم دینامیده اونجا. رو دینامیت نرفتم خفه شو. بذار این چیه؟ خوردی بهش دیگه. این چی بود من خوردم. یه ماهی خریدم چی بود این الان؟ آجی سب کن ناموسم. باش من 170م. پینگ منو چرا گیلیت مانه شد؟ باش پینگ من 200. باش پینگ من 210 کلا نگرنم پینگ من 210. خفه شکو خوردی. بابا دلم میخواست تو تخم مرغ بخوری ناموسم. من ریدم حاجی من ریدم حاجی دلت میخواست من تخم مرغ بخورم آره؟ به خدا کارما تا لول 50 100 داشتم خوب میرفتم. ببین داشت اینی که میگن ببین چوب خدا صدا نداره. خب چوب خدا تو من الان چیکار کردم که چوب بخوره در کونم. بابا 173 ای صبر کن یه 2 دقیقه. حله ببین 170 دستی میرم. 170 آره 170 دستی میرم. حله چون من تو این پرشی ها خیلی دلت میخواست سختم. نه آقا 168 دستی میرم. 168 بابا آره. در هر صورت تو 5 تا حله بالا. بابا باشه 170 حله. من تو اینا گیرم. ببین مردم آقا اصلا من بلد میرم نیستم. 180 دیگه 170 رسیدی دیگه بابا 10 خب 5 تا نه خیلی نه نه زیاده. نه ناموسم تقلب باشه. تقلب نیست داری آوانتاژ میدی. صدا دنسم برات میاد. آره حالا از تو بابا برم بلم جوز کن. خونم دنس بزنم حاجی بیا دیگه. بابا خب من سختمه. من رفتم. سب کن اومدم. ببین یه بار دیگه بمیری میرم. حل چالش گذاشتی برام. من بهت گفتم یه بار دیگه بمیری میرم. 2 بار یه بار دیگه 2 بار یه بار آقا 2 بار
من گفت یه بار دیگه بمیری من گازش گرفتم رفتم تو لول 203. آفرین 160. خیلی ایزیه بابا خب من حل گلیچ رفتم. میزنم پینگم روانیم. نده ناموسن. دشمن دیگه رفت. صبر کن یه ببین. دقیقه یه بار دیگه بشین تا آکی یه بار یه دیگه. بار دیگه بمیری میرم. حله بابا خب ببین بردی خداحافظ داشت خداحافظ من رفتم. برو 180 الان 180 تو همینجوری اصلا داشتی میرفتی. دقیقا تو همینجوری داشت میرفتم تو گفتی وایسا. من یه بارم تا الان نمردم داشت خیلی ایزیه دستان نمیم تو چجوری نمیتونی بری. بله منم پینگم مثل خوب بود. بابا حقت. این دینامیت گوه ها این دینامیت گوه نمیکشه بیرون اما ما رو سرویس کرده این دینامیده. حاجی پینگم 120 خفش من بدتر از اینا. چندی؟ باشه اقلا تو پینگ 10. گو خورده بابا تو ایران 10 نمیگیره. تو تینوسایی که میزنی اصلا بعید نیست 10 بگیری. به خدا کمش 30 و 40 بگیرم اونم بعضی وقت. دشمن 195م. صبر کن. بشین تو سب کنم مردم. ها مردم بشین تو سب کنم. عجب. ببین 202 رسیدم سب کنم. تا برسم 200. 200 رسیدی قشنگ میرم توش مردم. 198 داشت خیلی ایزیه. 200 یعنی ببخشید 200 201 202 سب کنم. ایدلش برم یا نه؟ ببین برم تخم مرغ زدی برک برم ببین قشنگ جلومه یعنی هیچی هم جلوم نیست قشنگ جلوش وایسادم. لول ببین منم. برم ببین 108 شدم. ببین برم تو زدی برک اینو بهت بگم. تایم ویدیو بزن چقدره؟ تو رک بابا. برم برو دیگه بابا. و بنازم آریانی که برنده شد. اولی که آقا میخواست ما رو چالش برعکس مجازات بود. کنه. لکب خوردی اونی که ببره بعد تخم مرغ. نه بابا من همون اول بازی گفتم داشت گفتی حرفی که زدی اون باید چیز کنی. نامردی اگه من برم تخم مرغ بیارم بخورم. آکی تو صبر کن بابا گاهی بو سگ میده. بیا همین الان شکوندم اینم دور می خره بو سگ لاش میده. البته مقوی هم هستا. نکن. نمیخوام. خب دوستان اینم از چالش و ویدیو امروزمون. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودی. زنگوله بغل رو فرق کنید، لایک و سابسکرایب کنید. مرسی فعلا. خدا نگهدار. هیچی ممنون.